این تبس بیلکیه، تبس گلشن. این تبس اصلی اینجاست. تبس والا اونطوری که من زمان کودکی شنیدم همین تبس معروفه و بزرگا دد آباد من که یادم از بچه بودم تعریف میکردن، گفتن تبس یعنی چی؟ گفتن آخر خط بنبست، ما میگن حالا میگن بنبست، تبس آخر خط بوده، این خاطر میگن تبس. باغ گلشن طبس قدمتی بیش از 200 سال داره که بنای اون به دست امیر حسن خان عرب زنگویی یکی از حاکمین طبس انجام شده. دوره‌ای که باغ گلشن وقف شده و به واقع قدمتشو میشه منسوب به اون دوره دونست، زمانی بین زندیه و قاجاریه هستش. باغ گلشن والا تاریخ طولانی داره و این باغ رو از خوانین قدیم طبس ساختن و در اختیار طبس گذاشتن. باغ گلشن طبس گلشن، یعنی این باغ مال طبس. عمارت باغ گلشن در حاشیه باغ قرار داره و در مرکز باغ یک آبگیر قرار گرفته است، یک آبنما قرار گرفته. به این معماری در شاهنامه اشاره شده است. یکی باغ پیشندر آمد فراخ، برآورده از گوشه باغ کاه. میان گلستان یکی آبگیر، به لب برنشسته یکی مرد پیر. از زمان ساسانیان ما این طرح رو داریم. فلسفه پلیکان اینه که یک زمانی بنده یادمه یه پلیکان رو از توی کویر طبس آوردنش، تحویل شهردارش دادن. یک کسی که رئیس اوقاف بود، دهی داشت، آقای شیرزاد، اینو دیده بود توی بیابون بده. بعد کشاورزا گفته بودن این چیه؟ با ماشینش سوار کرده تو صندوق ماشینش آورده بودش اینجا. وقت آورد اینجا شهردار طبس اون زمان آقای بندگی بود و اینو آوردش تو باغ گلشن و آذوقه‌شو اینو بهش بدین. از قصابخونه دستور داد مرتب آذوقه برش از قصابخونه می آوردن و ایمون. بعد از این که دیگه راه پای این توریستا باز شد و می اومدن خارج اینجا، این نگاهش کردن حلقه‌ای که به پای این پلیکان بسته بود، از اونجا اینا تشخیص دادن، گفتن این از استرالیا آمده اینجا. در اثر یک طوفان شدید از استرالیا حرکت میکنه، خرامون میاد تو این کویر طبس دیگه میخواد شهید بشه، میشنه تو صحرا دیگه آخر عمرشه. آوردنش طبس و این پلیکان ریشه دار شد و دو تا دیگه
پلیکان از جای دیگه تهیه کردن آوردن اینجا. اون پلیکان ها زمان زلزله زیر هوا مردن و رفتن باز از نو از رضایی چند تا پلیکان آوردن اینجا. الان دیگه چند تا پلیکان ها هستن یادگار که موندن. یکی از مهمترین ویژگی‌های باغ گلشن همین آب جاری هستش که در باغ همواره و همیشه سال این آب جاری هستش و در 2-3 قسمت از باغ به واسطه ایجاد زاویه در این جوی آب صدای آب رو ما بهتر میشنویم. یکی به فواره هایی هستش که به خدمت خود باغ هستش و بر اثر نیروی ثقلی آب از قسمت بالادست باغ به اصطلاح آب وارد لوله های سفالی میشه و از میانه این حوض آب به شکل فواره خارج میشه. ما در قسمت جلوتر به قول تبسی‌ها شلن آب رو داریم. شلن هستش که صدای آب میپیچه. جلوتر که میریم در محل عمارت سردر باغ گلشن باز آب از زیر اون دالان ورودی عبور میکنه به واسطه وجود دریچه‌ای و بعد تاق بالا دست این دالان این صدای آب کاملا میپیچه و به نوعی اون خنکای آب تلقی زندگی و جاری بودن و ساری بودن زندگی در باغ و این منطقه از میهن عزیز هست. در سال 1907 میلادی یک جهانگرد سوئدی به نام سون هدین به ایران سفر میکنه و از کویر مرکزی ایران عبور میکنه تا افغانستان و بخشی از سفر خودش که در اسفند ماه همون سال واقع شده بوده در طبس 10 روزی رو میگذرونه. محل اسکان سون هدین در بین 2 جوی جاری در باغ گلشن طبس هستش. ایشون یک توصیفی داره، میگه در زیر پای من چمن گسترانیده شده است، درختان مرکبات، خرما و نخل‌ها به غایت زیبا هستند، پرندگان و بلبل‌ها میخوانند و رایحه خوش بهار نارنج در فضا گسترانیده شده است. به در و مراسم گردشی که در روز طبیعت و روز 13 به در هستش بخش زیادی از مردم به باغ گلشن مراجعه میکنن و از اینجا بازدید میکنن. حتی عده‌ای از مردم که به خارج از شهر هم میرن انگار بعد از ظهر که برمیگردن باید یک دوری در باغ گلشن بزنن و به واقع مثل این هست که 13 به در نمیشه مگر اینکه باغ گلشن هم یک بازدیدی داشته باشن. و به قول متوسی‌ها حالا شاید اینجا در گوشه کنار باغ هم میبینیم روز 13 که کاهو خریداری کردن و کاهو سکنجبین خودشون هم اونجا مخورن و دوره هم شاد هستن و 13 رو به در میکنن. خودم شهر تو بالا کن، ابرام خودم شهری تو سرا کن، ابرام خودم شهری تو سرا کن، ابرام خودم نظری به ما کن، ابرام خودم نظری به ما کن. داری 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 گل جنبای چطور؟ گل جنبای چطور؟ شما گوش سمنو، شما گوش سمنو، شما گوش سمنو. ماشاءالله سکه آینه، سکه آینه. حالا بهار اومد، حالا بهار اومد، حالا بهار اومد. اگه یادم باغ گلشن یه جایی هست که به نام بخشو میگن، تقسیم کننده آبه. از اینجا تقسیم میشه، 2 قسمت میشه، نهر حج و نهر باز. معنی این که
دو قسمت شهره، محله باز به محله حد. یه نهر از این ور شهر به یه نهر اون ور شهر میره و به یک میزان کم و زیادم نداره، عددش شکلیه. خرمای تبس بیش از 20 رقم خرما موجود در تبس الان داریم. از بالاترین خرما گرفته بهترین خرمای مجوله، گرانترین و بهترین خرما، تا خرما ریزه که کشمشی بهش میگن. خرما از خیلی جا آمده به تبس. خرمای کرمانی داریم، خرمای بمی داریم، خرمای اهوازی داریم، خرمای بیابانکی داریم. بالاترینش فعلا خرمای مجوله. پیکو در بخش دیهوک شهرستان تبس و گلشن قرار گرفته و تقریبا در شمال شهرستان و شمال غرب بخش دیهوک قرار گرفته. به معنای کلمه به خاطر که در پشت کوهها واقع شده نسبت به روستاهای دیگه بخش دیهوک، به همین خاطر اسمشو گذاشتن پیکو. پیکو به این خاطر بهش میگن پیکو. پشت سر من روستای زیبای گردشگری خرو تبس هست که اینجا هم چشمه‌های متعددی داره و چشمه آب گرم مرتضی علی و تنگ عباسی در فاصله حدود 6-7 کیلومتری این روستا قرار گرفته.
رودخونه های دائمی که در این منطقه وجود داره رودخونه سردر یا همون کال سردر هست که تامین کننده اصلی آب و سرسبزی شهر طبس هست که این آب رودخونه سردر از چشمه های متعددی تامین میشه که مهمترینش چشمه جعفری و چشمه قنبر و چشمه های متعدد آب گرم مرتضی علی هست که در محل تنگ عباسی قرار داره. دمای آب در واقع بالادست چشمه‌های آب گرم که هنوز هیچ آب گرمی بهش وارد نشده حدود 12 درجه سانتیگراد دما رو داره. نکته جالبی که در رابطه با این چشمه‌های آب گرم میتونیم بگیم این هست که اینا چشمه‌های آب معدنی هست و منشأ سطحی داره که در واقع نزولات جوی هست که وقتی به داخل بخش‌های مختلف زمین از طریق شکستگی‌ها وارد میشه به خاطر بالا بودن گرادیان ژئوترمال منطقه یا شیب زمین دمایی و نزدیکی با توده‌های آذرینی که در این کوهستان قرار داشته این آب گرم میشه و از طریق درز شکاف‌ها به داخل این رودخونه سرازیر میشه و به صورت چشمه آب گرم مرتضی علی از نظر بومیان و مردم خود این شهر دارای قداست و اهمیت زیادی هست در واقع جاری میشه. پشت سر من نمای پشت شاه عباس هست، یعنی جایی که دریاچه یا مخزن سد قرار می گرفته. پایین کانال انحرافی که براش تعبیه کردن که یا گالری انحرافی که می‌خواسته آب کف رودخونه رو از اون هدایت کنن به خارج از سد دیده میشه.
می اومدن آجرها رو جناقی می ساختن، جناقی می داشتن که وزن بنا به دو طرف دیواره فشار بیاره و باعث تخریب سازه نشه. قسمت بالاتر روی دیواره اصلی تاق مقدار اندود داریم و روی اندودها چند نوع تنبوشه داریم. تنبوشه ها نحوه قرارگیریش و تعدادش و نوع تنبوشه ها اینا با هم متفاوته. بعضی هاش سفالی هست، بعضی هاش از چوب استفاده کردن و بعضی هاش هم اندود ره با انگشت حفر کردن. اون چیزی که در این دیواره وضوح دیده میشه این هست که در چند مرحله ساخته شده و مصالح به کار رفته در این سازه متفاوته. قسمت پایین رو آجر کار کردن ولی قسمت بالا رو از یک سازه سنگی، مصالح سنگ محیطی استفاده کردن. سنگ محیطی وزنش زیاد هست و چرا از این استفاده کردن و هنوز کامل مشخص نشده. وجه تصمیهش اینه چون شکل صابات هاست، شکل سردرهای برج‌های بزرگ هست یا قلعه ها قرار داره، حالت جناقی ساخته شده. سردر مساجد، سردر قلعه های بزرگ هم دقیقاً با حالت جناقی می‌آوردن بالا، حالت سردر داشته. حالا چرا اینو نگفتن مثلا کال تاق، میگن کال سردر؟ بعیدم نیست که این رو یک در تلقی بکنیم که اون طرف کوه با این طرف کوه رو ارتباطشون رو قطع می‌کرده. این در یه زمانی آب میتونه ازش گذر بکنه ولی انسان یا دیگه نمیتونه ازش گذر بکنه. به خاطر شباهت این سازه با سردر اون کاروانسراهای شاه عباسی که در بین مسیرها قرار داره و قدمت این که برمیگرده تقریبا دوران صفویه، شاید این رو تاق شاه عباسی گذاشته. خونه سردر بعد از جمع شدن از چشمه های قنبر، چشمه آب گرم مرتضی علی و چشمه جعفری به سمت پایین دست حرکت میکنه و وارد سد نهرین میشه که اخیراً ساخته شده و بعد از سد نهرین هم همچنان در بستر رودخونه جریان داره و از گذشته ها برای خارج کردن این آب از داخل رودخونه، از مسیر اصلیش که داخل رودخونه است، به خاطر اینکه هدر نره، از طریق احداث یک رشته قنات در واقع سطح زمین آوردن و در منطقه‌ای به نام دهانه فراونگ در سطح زمین جاری می شده و به سمت شهر طبس حرکت می کرده. سرون روستای ییلاقی است که در 60 کیلومتری مرکز بخش دیوک و در 90 کیلومتری مرکز شهرستان طبس و گلشن و در 245 کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی در یک منطقه کوهستانی خوش آب و هوا و ییلاقی قرار گرفته که یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان طبس و بخش دیهوک باشد. سرون به معنی تپه مرتفع یا قله مرتفع، کمطور این که خب سرون از سطح دریا چیزی حدود
1710 متر ارتفاع داره و این منطقه کوهستانی یا سردسیرده شاید احتمال بوده که نام سردو بوده یا سردی بوده که کم کم به مرور زمان تعریف شده سرند که اونم به معنای تپه مرتفع. محصولات کشاورزیمون در مرحله اول خب کشت زعفران هست. بیشتر محصولات باغی هست. این محصولات باغی ما تابستانی هست و پاییزی. محصولات تابستانیمون آلوچه، گوجه سبز، زردآلو در انواع مختلف، انار، حالا انگور اونا پاییزی هستن، گلابی هست، سیب لبنانی هست، سیب زرد، سیب قرمز، حالا گردو، بادام اینا هم هست در کنارش. کم کم هم خرمالو هم داره رواج پیدا میکنه. بهترین میوه هم الان استرون شناخته شده، هم از گیلاسش، هم زردالو لاس کردهش، هر نوع میوهش به بهترین میوهش هم همینجا. باد هواش خیلی خوبه، زردالوش خیلی درشت میره. این زردالو نگاه، تخم مرغ ماشاءالله، تخم مرغ. الان میتونی بله روستای مادرم از قدیمی ترین روستاهای بخش دیهوک و شهرستان طبس هستش. آسیابی داریم که حدود 300 سال خدمت داره و همه ما میدانیم که اولین روستاهایی که در ایران حتی در دنیا بنا شده اند در کنار رودخانه ها و در کوهپایه ها بودند و روستای ما هم از این هم مستثنا است.
حالت نامگذاری ماودر دو وجه تصنیه داره. یکی وجه کتابیش هستش و دیگری واژه محلیش. وجه کتابی چون اینجا در زمانهای قدیم آب فراوان داشته و به دره آب معروف بوده، یعنی مادر یعنی دره آب. به خاطر اینکه آسان تلفظ کنن مادر را تلفظ نمیکنن، ماودر را تلفظش میکنن. و واژه محلیش هم اینه که مودر هستش. مودر یعنی مو انگور و درم دره که دره پر از انگور بوده. اینجا تاکسالهای بسیار دیدنی و جالبی داشته که هر ساله 5 تن تا 10 تن شیره انگور درست میکردن و برای فروش به بازارهای مصرف میرسوندن. آنچه که جالب توجه خیلی از در واقع گردشگران هست فلسفه نامگذاری این کال جنی یا دره جنی هست که در نزد مردم طبس هم از گذشته‌های دور به همین نام کال جنی. کال در واقع محل دره و مسیری است که رودخونه جریان داره، جن هم که مشخص است. دلایل زیادی برای این نامگذاری کال جنی برای این کال جنی بیان میکنن که یه بخشش میتونه در واقع پایه‌های علمی هم داشته باشه، ولی بخش عمده‌اش میتونه نه همون اعتقادات گذشته‌ها باشه و اون شاید به نوعی بگیم اعتقاداتی که ممکنه خیلی پایه واقعی هم برایش متصور نشه. از جمله این دلایل رو ما میتونیم وجود اشکال و ستونهای فرسایشی در دیواره کال جنی اشاره کنیم که در زمین شناسی به نام دودکش جن معروف هست. وجود اینها و فراوانی اینها در دیواره کال جنی میتونه علتی برای نامگذاری این کال جنی باشه. تا 10-15 سال گذشته کال جنی حتی برای خود طبسی‌ها هم منطقه ناشناخته بود و حقیقتش جرأت تنها سفر کردن به اینجا رو کمتر داشتن، ولی در این چند سال اخیر با توجه به گزارش‌هایی که ازش پخش شده و معرفی که این جاذبه در ایران شده، خب علاقمندان زیادی بهش جذب شدن و خود طبسی‌ها هم علاقمند شدن که همچین جای گردشگری زیبایی رو که یکی از نقاط برجسته در جیوپارک طبس هست رو از نزدیک ببینن. این کال یا این رودخونه یکی از رودخونه‌های دائمی در منطقه و شهرستان طبس هست که از کوههای شتوری سرچشمه میگیره و با جریان به سمت غرب وارد دشت طبس میشه. بر اساس اون در واقع ویژگی های زمین شناسی و ظاهری و اشکال فرسایشی که داره میتونیم ما کال جنی رو به 3 قسمت کلی تقسیم بکنیم. بخش اولش که از انتهای در واقع زمین های کشاورزی روستای ازمیغون در واقع شروع میشه و با عبور رودخونه از در واقع بستر سنگی، سنگ آهک هایی که به صورت در واقع کف دره رو تشکیل میدن عبور میکنه و بعضی جاها هم حتی آب کاملا فرو میره و در جلوتر به صورت چشمه هایی میجوشه. طول این قسمت حدوداً 3 کیلومتر هست و بعد وقتی که از این قسمت آب عبور کرد به صورت چشمه هایی در ابتدای
قطعه دوم که حدوداً 2 کیلومتر اونم طولش هست در واقع در سطح زمین جاری میشه. این قسمت 2 کیلومتر دوم با توجه به ترکیب سنگشناسی و زمینشناسی بستر و مسیر رودخونه از قشنگترین و جالبترین مناظر زمینشناسی و پدیده‌های فرسایشی در این قسمت در واقع دیده میشه. سریع همین توفیقی حرکت کو. سریع حرکت کنه. از جمله مهمترین جاذبه‌های گردشگری در مسیر کال جنی در واقع اشکال و پدیده هایی است که به علت فرسایش دیوارهای رودخونه ایجاد شدند. یکی از این نمونه های زیبای اشکال فرسایشی رو در پشت سر من میتونین ملاحظه کنین که در واقع یک رخنمون سنگی هست که حفراتی داخلش در اثر فرسایش ایجاد شده. اینها در زمین شناسی اصطلاحاً بهش میگن فرسایش لانه زنبوری یا تافونی یا تیفانی با توجه به شباهتی که به این لانه های زنبور داره. نمونه های بسیار جالبی است در منطقه طبس، ولی یکی از بهترین مناطق برای مشاهده این اشکال زیبای فرسایشی در این قسمت از کال جنی قرار داره که با مکانیسم جالبی توسط فرسایش بادی و آبی ایجاد میشه. نحوه تشکیل این اشکال فرسایشی به این صورت هست که در واقع اگر دقت بکنیم بهش حفراتی هست که دهانه ورودیش معمولاً کوچکتره، ولی در قسمت داخلی حفره میزان باز شدگی بیشتری داره. اینها معمولاً به علت فرسایش بادی و زمانی که یک هسته اولیه از فرسایش ایجاد میشه و دونه های ماسه که اغلب از جنس کوارتز هست و مقاومت زیادی در مقابل فرسایش داره در داخل این حفرات اولیه قرار میگیره و با وزش باد در جلو دهانه این در واقع حفره این دونه ماسه شروع میکنه به چرخش و به مرور زمان این داخل حفره فرسایشش بزرگ و بزرگتر میشه و این اشکال زیبا رو ایجاد میکنه. در این ضمن خب فرسایش های آبی و گرم و سرد شدن و در تغییرات درجه حرارت هم در تکامل این ساختار بسیار مؤثر هست. که من همیشه کمک میکنم شما نبودید، دفعه شما کمک که من نباشم. یکی سال بدید. نگاه کن برخی نبخون جان ما نبخون واقعا بدید ما هم زنو شما بله.
یالا کوهستانده آب جوش نیسته چای نیسته اگر قاطی میکنی میگم اون داره هم بزن اگر مثلا تو باران آتیش زیاده آفرین اون که نتانه بسم الله داغوشی ما تمام در شما هسته اینجا هسته شما چای در فاتو بیاره اوی نه ظرف بیاره اوی برای اعظم خانم ظرف شما چای مامان زینب از طبس شما 24 کیلومتری یا 30 کیلومتری که میرید تنوع اقلیم متفاوتی دارید. مثلا در خلف زمستونی سرد برف میاد، برف پارو میکنن. در ازمیقو مثلا شالی میکارن. در پایینتر از طبس نمک استحصال میکنن. علت تنوعش در یک شعاع مثلا 25 کیلومتری چی میتونه باشه؟ همه این شرایط اقلیمی عجیب و غریب و متفاوت هم مدیون وجود کوهستان شتوری هست که با وجود قرارگیری منطقه در میان دو تا از گرمترین بیابانهای خشک ایران و بلکه خاورمیانه و جهان، وجود این رشته کوه شتوری با در واقع روند شمال جنوبی که تقریبا قرار گرفته و ارتفاع زیادی که نزدیک بیش از 2 کیلومتر از شهر طبس بلندتر هست و این ارتفاع عجیب غریب که معمولاً کمیاب هست در مناطق بیابونی و کویری سبب شده که تفاوت میزان نزولات جوی در منطقه رشته کوه شتوری با نواحی مجاورش حتی در فواصل کم بسیار در واقع محرز و زیاد باشه. رشته کوه شتوری ادامهش همینه دیگه، درسته؟ بله الان اینجا تقریبا ما در دامنه های غربی کوهستان شتوری قرار داریم. به مدد این آب فراوان و قرارگیری ازمیقان در داخل یک دره‌ای و به کمک آب و هوای گرم منطقه یک آب و هوای گرم و شرجی محلی و بسیار کوچک برای این منطقه به وجود اومده
که سبب شده کشاورزان اینجا بتونن محصولاتی رو به دست بیارن که هر کدوم در یک آب و هوا و اقلیم متفاوت رشد میکنه. به دلیل وفور آب و این خرد اقلیمی که در اینجا به وجود اومده، اینجا برنج کاشت میشه. در کنار برنج ما درختان مناطق گرمسیری مثل خرما رو داریم. در کنار این دوتا ما درختان پرتقال و در واقع مرکبات رو داریم که این سه تا در کنار هم یک پدیده عجیب و غریبی است که همش اونم در یک گوشه از منطقه کویری طبس وجود داره. سازه هایی که الان این دیواره می‌بینید اینا سکونتگاه‌های اولیه مردم این منطقه بوده که به این منطقه میگن خانیک. سکونتگاه اولیه‌شون بوده که مهاجرت کردن، اینا رو خالی کردن رفتن، بعضا تبدیل شده به انبار محصولات کشاورزیشون، انبار آذوقه‌شون، تا اخیراً هم محل شالی کوبیشون بوده. به این صورت که شالی‌ها رو می‌ریختن زیر یک چوبی به نام دنگخنه بهشون گفتن. دو نفر روی این چوبا وای میستن، حالا طلا کلنگی یک میرفته بالا یه ضربه میزده، این ضربه دیگه میزده، این شالی‌ها رو میکوفتن و شلتوت رو از شالی جدا میکردن. چند طبقه، چند تا لایه، طبقه بالایش مثلا طبقه بالای دقیقاً مثل کار جنیه. شکل نعل ارتیش خیلی شبیه اون گالری های خونه های گبر دیده میشه. ببینید اینها زمان ساختش و مهندسی ساختش تقریبا با همونا شبیه، نزدیک به همه، خیلی نزدیک به همه. گویا اینا در یک عصر، یک دوران اینا ساخته شده و تکنولوژی هم که اینا رو ساختن همون تکنولوژی که در کال سردر خرب انجام دادن و مثل این هم در روستایی داریم اون طرف اشخابات، هم 120 کیلومتر از اینجا فاصله در روستای بند، اونا هم همین چیزا رو دارن. اینکه اونا بالا قرار گرفته و اینها پایین قرار گرفته، اینها قطعاً به هم ارتباط داشته، قبلا به هم ارتباط داشته و نمیشه گفت اینا خونه دو طبقه داشتن، ولی اینی که کارکرد آیینی داشته اینها نمیشه از نظر دور داشت. و کارکرد آیینی داشته، بعضا اینها به هم ارتباط داره، اینا چند تا به هم دیگه ارتباط داره. حالا این ارتباط یا بعداً ایجاد شده یا در ساختار اولیه بوده. خب اولین سکونتگاه‌های بشری خب در دل صحراها و در غارها ساکن شدن و اومدن از کوه‌ها که اومدن پایین جایی اومدن که امکان کشاورزی وجود داشته باشه. یعنی دقیقاً ببینید خونه‌ها زمین کشاورزی دقیقاً چسبیده به خونه‌ها و این را اگه بگیم جزو سکونتگاه اولیه بشری گزاف نمیشه. با توجه به اینکه مراحل ثبت جهانی این پدیده‌های زیبای منطقه طبس به عنوان سومین ژئوپارک جهانی ایران مطرح هست، بحث حفاظت از این پدیده‌ها بسیار اهمیت پیدا می‌کنه. این مناظری که در طی سالهای طولانی زمینشناسی تشکیل شده بسیار آسیب پذیر هست. به راحتی توسط فعالیت‌های غیر اصولی انسانی ممکنه تخریب بشه که اینجا اهمیت پیدا میکنه که این پدیده‌ها از سالهای قبل به این خوبی و زیبایی به دست ما رسیده. ما باید همت کنیم که همینجور با کیفیت خوب برای آیندگان حفظ کنیم. از جمله فعالیت‌های غیر اصولی که در این منطقه است، آلودگی‌هایی که ایجاد میشه، بازدیدهای مکرری که توسط کسانی که خیلی احترامی برای طبیعت قائل نیستن منجر به تخریب اینها میشه که حیف از جا داره که همینجا خواهش بکنم از همه کسانی که به این منطقه سفر میکنن رعایت کنن مسائل بهداشتی رو، زباله نریزن و از تخریب پدیده‌هایی که در مسیرشون هست خودداری کنن و اینها رو اجازه بدن که برای آیندگان هم باقی بمونه.
وقتی که دیدم واقعا استقبال خوبش رو از این مجموعه و جوابگوی نیازهای مسافر با تا یه حده به فکری افتادم که تنمی مجموعه رو گسترشش دم و یه سری امکانات بیشتر رو توی مجموعه قرار دیم و فاصله که ما تا کال جنی داریم حدود 700 متر هست که بحث او حریم کال جنی حفظ را فصل پاییز و زمستون و برج 1 و 2 بهار هست. فصل پاییز و اواخر فصل زمستون خیلی بیشتر میره حضور گردشگرات این منطقه. گردشگرا بیشتر از سمت مشهد، نمیدونم تهران، اصفهان، شیراز، حتی ما از شهرهای دورتر مثل استانهای لرستان، نمیدونم تبریز، اردبیل، حتی استانهای جنوبی هم گردشگر داره. به جرئت من تو گفت که پتانسیل خیلی زیاده داره تبس.